سلام، به چنل من خوش اومدید. اسم من شیداست و قراره توی این فیلم با هم درباره گرامر سیمپل پرزنت صحبت کنیم. توی این فیلم تمام نکات مربوط به این گرامر همراه با کلی مثال و سوال رو با هم بررسی میکنیم. با پایان این ویدیو شما میتونید جملات متعددی با استفاده از این گرامر بسازین، از جملات مثبت و منفی و جملات سوالی. قبل از اینکه تدریس رو شروع کنیم میخواستم این رو مطرح کنم که همین فیلم یعنی تدریس سیمپل پرزنت به زبان انگلیسی هم توی چنل یوتیوبم موجوده. پس اگه دوست دارین زبان انگلیسی رو یکم فراتر پیگیری کنین بعد از دیدن این فیلم حتما یه سر به اون هم بزنین. خب بدون اسراف وقت بیشتر بریم که شروع کنیم. همونجور که توی تصویر میبینین ما اول قراره درباره یوزج ها یا استفاده های این گرامر صحبت کنیم، بعد میریم سراغ فرمول ساختن گرامر سیمپل پرزنت و در نهایت هم یه سری نکات رو با هم بررسی میکنیم. البته که آخر ویدیو هم قراره یه سری پرکتیس کوئسشنز ها رو با هم بررسی کنیم و با هم حلش کنیم. خب سیمپل پرزنت تنس، اول بیایم ببینیم اصلا تنس یعنی چی. What is a tense? Tenses are ways to talk about time in English. تنس ها در واقع روش هایی هستن توی زبان انگلیسی که ما میایم با کمک اونها درباره زمان های مختلف توی زبان انگلیسی صحبت میکنیم. مثلا ما simple past tense هم داریم، همونطور که simple present tense داریم. بعضی از گرامر ها توی زبان انگلیسی ممکنه درباره گذشته باشن، ممکنه درباره حال باشن و ممکنه درباره آینده باشن. گرامر سیمپل پرزنت در واقع یه جورایی هم درباره past، هم درباره present و هم درباره future. یعنی ما داریم درباره کارها یا اکشن هایی صحبت میکنیم که همیشه رخ میدن، همیشه اتفاق میافتن. حالا بیایم یکم عمیق‌تر بهش نگاه بکنیم. usages یا کاربردهای این گرامر. ما به طور کلی از گرامر سیمپل پرزنت توی تقریباً 4 موقعیت استفاده میکنیم. habits or routines، برای توضیح دادن عادت‌ها یا روتین‌های زندگیمون ما از گرامر سیمپل پرزنت استفاده می‌کنیم. چرا؟ چون همونطور که توی بخش قبل گفتم ما از گرامر سیمپل پرزنت برای توصیف کارهایی استفاده می‌کنیم که تقریباً همیشه رخ میدن. عادت‌ها و روتین‌ها چیزهایی هستن که به طور مداوم اتفاق میافتن. برای همین ما از گرامر سیمپل پرزنت استفاده می‌کنیم. مثلا I brush my teeth every morning. What do you do as a routine? For example, I drink coffee every morning. I go to school every day. یا مثلا She takes bus to work every day. Facts or general truths، حقیقت‌ها یا چیزهایی که به طور کلی حقیقت دارن و درستن رو ما میایم در واقع از گرامر سیمپل پرزنت برای توصیفشون استفاده میکنیم. مثلا Water boils at 100 centigrade. Sun rises in the east. خورشید از مشرق طلوع میکنه. یا آب توی دمای 100 درجه میجوشه. اینها حقیقت هستن، حقیقت‌هایی هستن که همیشه درستن، هیچ وقت تغییر نمی‌کنن، changeable نیستن. Permanent situation. Permanent یعنی دائمی. چیزهایی که به طور دائمی توی زندگی ما رخ میدن، در واقع اکشن های دائمی رو وقتی که میخوایم توصیف کنیم و درباره‌شون توضیح بدیم از گرامر سیمپل پرزنت استفاده میکنیم. مثلا they live in New York City. اونها توی شهر نیویورک زندگی میکنن. یک اتفاق طولانی مدت زندگی کردنشون توی شهر نیویورک طولانی و تقریبا دائمیه. یا he works at the bank. اون توی بانک کار میکنه. یه چیز تقریبا دائمیه، یه چیزی که برای مدت خیلی طولانی قرار نیست تغییر بکنه، ثابته. Schedules and timetable. برای توضیح دادن یک جدول زمانی
یا برای توضیح دادن کارهایی که سر یه ساعت خاص یا سر یه زمان خاص انجام میشن ما دوباره میایم از گرامر سیمپل پرزنت استفاده میکنیم. مثلا The class starts at 8 in the morning. کلاس ساعت 8 صبح شروع میشه. این کلاس هر روز یا هر هفته ساعت 8 شروع میشه. یک برنامه ثابت شده و فیکس شده است. 2. The train leaves at 6 p.m. قطار ساعت 6 اینجا رو یا حالا همون استیشن رو ترک میکنه. این هم دوباره یک نوع تایم تیبل یا اسکیجول هستش. معمولاً برای توضیح دادن زمان دیپارچر یا ارایوال یا زمان در واقع رفتن یا اومدن قطار و هواپیما از این گرامر استفاده میشه. حالا که متوجه شدیم یوزج ها و کاربردهای گرامر سیمپل پرزنت چیا هستن، میرسیم به بحث اصلی که فرمولا هستش. میخوایم ببینیم که فرمول ساختن گرامر سیمپل پرزنت چیه و چجوری میتونیم جملات مختلفی با استفاده از این گرامر بسازیم. اول از همه میریم سراغ جملات مثبت یا پوزیتیو. توی حالت کلی ما برای ساختن جملات سیمپل پرزنت 2 حالت داریم و فعلمون توی هر کدوم از این 2 حالت متفاوته. همونطور که الان اینجا میبینین ما یه جا داریم بیس ورب اصلی، ورب در واقع بیس ریشه، یه جا داریم بیس ورب پلاس es or s. این که فعل ما تهش es بگیره یا نگیره به سابجکتمون بستگی داره. همونطور که میبینین من اینجا سابجکت رو با رنگ سبز براتون نشون دادم. اگه که سابجکت ما I, you, they یا we باشه ما از بیس ورب استفاده میکنیم، یعنی فعل رو تغییر نمیدیم، همون رو استفاده میکنیم. I play guitar, you play guitar, they play guitar, we play guitar. اما اگه که سابجکت ما، فاعل ما he, she یا it باشه همون بیس ورب رو داریم بهش es یا s اضافه میکنیم. مثلا he goes to the gym, she goes to the gym, it sleeps every day. it در واقع همونطور که میدونین معمولا به اشیا یا حیوانات اشاره داره، چیزهایی به غیر از آدم ها. حالا یه نکته اینجا وجود داره، همونطور که دیدین ما یا از es استفاده میکنیم یا از s. اما از کجا بفهمیم که باید از s استفاده کنیم یا es؟ اگه که آخر فعلتون به هر کدوم از این کلمات، این حروف ختم شد باید ته اون کلمه es اضافه کنین، نه s. اگه چیزی به غیر از اینها بود همون s رو اضافه میکنیم. مثلا اگه فعلتون به s ختم شد مثل kiss شما باید es ته فعلتون اضافه کنید. she kisses. یا اگه که به x ختم شد مثل fix دوباره از es استفاده میکنید. he fixes. ch she watches. sh he washes. و o he goes. البته اگه که شما حرفتون به وای ختم، کلمتون به وای ختم شد مثل کلمات study و play، توی اینجور مواقع وقتی که به وای فعلتون ختم میشه بیاین حرف قبل وای رو بررسی بکنید. اگه حرف قبل وای حرف واول یا صدادار بود فقط کافیه اس اضافه کنین، یعنی نه ای اس میخواد نه آی ای اس میخواد، اساخاری. plays he plays she plays. اما اگه که قبل از وای یه حرف بی صدا داشتین مثل دی توی کلمه study، اینجا میایین آی رو به وای رو به آی ای تبدیل میکنین، میشه studies.
یا به عبارتی وای رو به آی تبدیل میکنین و در انتها بهش es اضافه میکنین. حالا یه سری نکات هم وجود داره که من اینجا واسهتون آوردم. ما زمانی که بخوایم درباره کلمات پلورال یا کلمات جمع استفاده بکنیم از بیس ورب استفاده میکنیم، یعنی تهش es یا s نمیاریم. پلورال میشه کلمات جمع، کلماتی که تهشون اس میگیره یا کلماتی که ذاتاً جمع هستن، مثل کلمه people. ما در انتهای کلمه people s اضافه نمی کنیم چون people خودش ذاتاً یک کلمه جمع person هستش. مثلا students take bus to the school every day. Students take bus. My parents sometimes drink coffee in the morning. Drink, base verb. People always laugh at my jokes. People جمع plural هستش. Laugh هم base verb. Dogs love playing outdoor games. Love and dogs. حالا بریم سراغ subject های singular یا uncountable. singular میشه subject هایی که مفردن، دقیقا مخالف plural. مثلا the student does her homework after school every day. student خطاب به یه نفر، اشاره داره به یه نفر که یا هیه یا she. My dog always sleeps on my bed. My dog singular هستش. Always sleeps on my bed. و همچنین وقتی میخوایم جمله simple presenتی بسازیم که توش سابجکتمون، دوئرمون، فاعلمون uncountable، میایم از base verb به علاوه es استفاده میکنیم یا s. uncountable در واقع اگه بخوام دربارش توضیح بدم چیزهایی هستن که غیر قابل شمارشن، مثل برف، مثل بارون، مثل مو قابل شمارش نیست، تعدادش خیلی زیاده، پس uncountable. یا information که حالا اینجا اومده مثالش، information ذاتاً در واقع uncountable هستش، ما چیزی به اسم informations نداریم، غلطه. Snow falls from the sky. My hair grows quickly. My hair uncountable, grows quickly. Information travels quickly. Information uncountable. پس وقتی میخوایم فعل استفاده کنیم از base verb به علاوه s استفاده میکنیم. Information travels quickly. خب میرسیم به جملات نگاتیو یا جملات منفی. توی جملات منفی باز در واقع جملات ما به دو دسته تقسیم میشن، اونایی که سابجکتشون I, you, they و we هستش و اونایی که سابجکتشون he, she و it. ما توی این جور جملات وقتی میخوایم جملات سیمپل پرزنت رو نگاتیو کنیم، از بیرون یه دو به جمله اضافه میکنیم، یه دو میاریم تو جمله، این دو رو بین سابجکت و بیس وربمون قرار میدیم و بعد برای اینکه جمله‌مون منفی بشه یه not بعد دو اضافه میکنیم. اگه سابجکتمون I, you, they یا we باشه دو رو اضافه میکنیم و not رو هم بعدش میاریم و معمولا نمیگن do not، رسمیه تقریبا، به جای do not میان او رو حذف میکنن، do و not رو به هم میچسبونن و میشه don't. پس داریم subject plus don't plus base verb. I do not or I don't play guitar. You don't play guitar. اما اگه بخوایم درباره جملاتی صحبت بکنیم که سابجکتشون he, she یا it، باید چیکار بکنیم؟ یادتونه توی بخش قبلی که همون جملات مثبت بود درباره جملاتی که در واقع جملات سیمپل پرزنتی که سابجکتشون he, she یا it بود چی گفتیم؟ فرمولش این بود دیگه، subject به علاوه base verb به علاوه s یا es.
حالا توی جملات نگاتیو با سابجکت هی شی ایت هم ما میایم همونطور که میبینیم اینجا یه دو اضافه میکنیم بین سابجکت و بیس ورب، دقیقا مثل همون بالایی. بعد میایم اس بیس وربمون رو، اسی که در حالت عادی به بیس ورب متصله رو ازش میگیریم میدیمش به دو. پس دیگه توی جملات نگاتیو بیس ورب ما اس نمیگیره، دو اس میگیره و تبدیل میشه به داز و بعد دوباره یه نات هم به داز اضافه میکنیم که جمله رو منفی کنه که does not میشه و مخففش هم میشه doesn't. پس داریم subject plus doesn't plus base verb. For example, he does not or he doesn't go to the gym. She doesn't go to the gym. Question sentences. جملات سوالی چجوری بسازیم؟ توی جملات سوالی هم دوباره همونطور که میبینیم ما اول جمله هامون دو یا داز داریم، تقریبا همون شکلیه، فقط فرقش اینه که دو یا داز رو اول جمله میاریم و بعد ادامه جملهمون همون حالت عادی، در واقع همون حالت عادی پیش میریم، ولی حواسمون هست وقتی هی شی یا ایت داریم این بیس وربمون دیگه اس نمیگیره، اسش رو داده به دو که اومده اول جمله و میشه داز. برای در واقع این بالایی Do they go to school by bus؟ ببینید جمله ما خیلی ساده They go to the school by bus booده، یه دو اول جمله میاریم میشه جمله سوالی Do they go to the school by bus؟ Does she read newspaper every day؟ اینجا read که فعل ما هستش دیگه تاش اس نمیگیره، اسش رو داده به does که اومده اول جمله. Does she read newspaper every day؟ خب حالا میریم سراغ یه سری نکات کلی و مهم که معمولاً توی گرامر سیمپل پرزنت یا اشتباه میشه یا از قلم میفته. اولیش تفاوت بین گرامر سیمپل پرزنت و پرزنت کانتینیوس هستش. بیایم به این مثال ها نگاه بکنیم. I drink coffee every morning versus I am drinking coffee. توی جمله اولی ما چون از گرامر سیمپل پرزنت استفاده کردیم داریم اکشنی رو توضیح میدیم و توصیف میکنیم که یه روتینه، همیشه اتفاق میفته. I drink coffee every morning. It always happens. اما توی جمله دوم I am drinking coffee ما در واقع داریم روی زمان حال emphasize میکنیم یا روی زمان حال در واقع داریم صحبت میکنیم. من الان دارم قهوه میخورم. یا مثال دوم She heads to the gym every morning before work. Heading to somewhere means to go somewhere. میتونید توی صحبت کردنتون ازش استفاده بکنید، به جای go to head to استفاده بکنید. She heads to the gym every morning before work. هر روز صبح قبل از اینکه بره سر کار میره باشگاه. جمله دوم میگه she is heading to the gym، یعنی اون همین الان داره میره باشگاه. داریم در روی زمان حال صحبت میکنیم. پس تفاوت بین simple present و present continuous اینه که simple present کارهایی رو توصیف میکنه که همیشه رخ میدن، منظورش دقیق زمان الان نیست، یه چیزی مثل روتین، عادت و اتفاقهایی که همیشه رخ میدن. اما وقتی داریم درباره جملاتی با present continuous میسازیم روی زمان حال در واقع emphasize میکنیم و به زمان حال اشاره داریم. زمان حال برامون مهمه. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency در واقع ادورب هایی هستن، قید هایی هستن که به ما میگن چند وقت یه بار یه چیزی اتفاق میفته، رخ میده. Adverbs of frequency are adverbs that tell us how often something happens. مثلا ادورب های فریکونسی که خیلی زیاد مورد استفاده قرار میگیرن معمولا never, rarely, sometimes, often و always هستن. never میشه هیچ وقت، 0% مواقع.
rarely میشه تقریبا 20%، 10 تا 20% مواقع. مثلا I rarely go to the gym. من خیلی به ندرت میرم باشگاه. Sometimes میشه یه وقتایی، 50% قطعیه. I sometimes visit my friend. یه وقتایی دوستمو میبینم، بهش سر میزنم. Often یعنی بیشتر مواقع که تقریبا 80% میشه. و always که دقیقا مخالف never هستش و در واقع 100% مواقع رو داره توضیح میده. I always brush my teeth after I wake up. همیشه بعد از اینکه از خواب بیدار میشم دندونام رو مسواک میزنم. حالا که تمام اینها رو با هم کاور کردیم و درباره‌شون صحبت کردیم، بیایم بریم یه سری سوال با هم حل بکنیم. سوال رو میخونم، یه کوچولو مکس میکنم و در نهایت با هم جواب رو چک میکنیم. 1. She always blah 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 with her friends on Saturdays. فعلی که بهمون داده hang out هستش. یکم روش فکر کنیم. خب اینجا چون she آورده ما باید حتما به بیس وربمون s یا es اضافه بکنیم. پس میشه hangs out. She always hangs out with her friends on Saturdays. 2. I am a vegetarian. I blah 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 meat. فعلی که بهمون گفته استفاده کنیم فعل eat یا فعل در واقع خوردن هستش. خب بیایم با هم جمله رو بررسی بکنیم. میگه من یه ویژیتریان هستم. ویژیتریان چون افراد گیاهخوار، افرادی که هیچ وقت گوشت نمیخورن. پس ما اینجا باید بگیم I never eat meat. Never eat. و چون I سابجکتمون هست دیگه es یا s اضافه نمی کنیم. 3. Does she sometimes blah 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 late for the class? فعلی که به همون گفته arrive هستش. خب اینجا جواب میشه arrive. ممکنه فکر کرده باشین که جواب میشه arrives به خاطر اینکه she آورده اینجا، اما حواسمون هست که اول جمله does داریم، جمله سوالیه. اس arrive رو میگیریم و میدیمش به do. 4. Blah 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 your parents blah 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 TV in the evening. جمله سوالیه question mark. فعلی که بهمون گفته استفاده کنیم watch it. خب میدونیم که وقتی که جمله سوالیه و درباره با گرامر سیمپل پرزنت میخوایم جمله سوالیمون رو بسازیم، اول جمله do یا does داریم. حالا اینجا چون parents plural هستش، در واقع خطاب و اشاره داره به چند نفر، singular نیست، می نویسیم do. Do your parents watch TV in the evening? 6. Raindrops blah 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 from the sky. خب اینجا چون اس داریم raindrops قطره های بارون، raindrops plural هستش singular نیست، پس es یا s به فعلمون اضافه نمی کنیم، میشه fall. base verb داریم. Raindrops fall from the sky. 7. This student always blah 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 late. چون اینجا student singular هست و اشاره داره به یا he یا she، نمیدونیم که حالا یا he یا she، باید از base verb plus s استفاده بکنیم. پس میشه
comes. 8. Traveling always blah 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 me happy. فعلم make هست. خب اینجا traveling یه چیزه، یک اکشنه، یک کاره، یا به اصطلاح اگه که بخوایم از پروناون هاش استفاده بکنیم ایته. پس باید از بیس ورب به علاوه es یا s استفاده بکنیم. میشه traveling always makes me happy. اگه که جمله اینجوری بود traveling and swimming subject همون بودن، اینجا چون 2 تا اکشن داریم، 2 تا کار داریم، سابجکت ما 2 چیزه، از make استفاده میکنیم base verb. Traveling and swimming always make me happy. 9. Her actions never blah 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 him upset. اینجا چون actions داریم و actions در واقع به صورت plural و جمع اومده، پس از upset استفاده میکنیم. s یا es نداره. Her actions never upset him. 10. They rarely blah 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 in the venue. فعلمون هم gather هستش. they چون اینجا سابجکت ما they هستش، از بیس ورب استفاده میکنیم، یعنی تغییر توی فعل نمیدیم، پس جواب میشه gather. They rarely gather in the venue. این بود از گرامر سیمپل پرزنت ما. امیدوارم که خوب یادش گرفته باشین. اگه سوالی داشتین، جایش براتون ابهام داشت، حتما توی کامنت ها بپرسین، بهتون جواب میدم. و برای اینکه دیگه مستر بشین توی گرامر سیمپل پرزنت، یکی از کارهایی که به عنوان تمرین میتونین انجام بدین اینه که درباره روتین روزانه‌تون، روتینی که حالا هر روز یا هر هفته دارین، صحبت بکنین یا صحبت کنین یا دربارش بنویسین. مثلا I always wake up at 7 in the morning. I brush my teeth and then I head to the gym. I come back home. I dress up and I go to work. نمونه خیلی کوتاهش بود. درباره کارهایی که به صورت دائمی انجام میدین با استفاده از گرامر سیمپل پرزنت، سعی کنین باشون جمله بسازین و تمرین بکنین گرامر رو حسابی. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین.